آسمان ولی بود. تا حالا در مورد دعای پربرکت حضرت جبرئیل چیزی شنیدید؟ این دعا اونقدر بلند مرتبه است که اگه همه درختای دنیا به قلم تبدیل بشن و دریاها مرکب بشن و همه مخلوقات از انس و جن نویسنده بشن، نمیتونن ثواب این دعا رو بنویسن. هر کس حتی اگه یه بار تو عمرش این دعا رو بخونه، خدا اونو با هر کس حتی اگه یه بار تو عمرش این دعا رو بخونه، خدا اونو با صورتی مثل ماه شب 14 محشور میکنه، جوری که مردم میپرسن این شخص پیامبر خداست. با من همراه بشید تا در ادامه این ویدیو در مورد دعای حضرت جبرئیل بیشتر براتون بگم.